کردم. ما تا حالا سوال پرسیدیم در این 47 سال چه باید کرد؟ این چه باید کرد ها تو همه جا به بنبست خوردیم، چون یه کارایی رو تعریف کردیم، فکر میکردیم این کارا جواب میده، رفتیم انجام دادیم. ما یه کارای عجیبی کردیم، شما بهتر میدونید. من الان که نگاه میکنم میبینم ما برای این که به این نقطه‌ای که الان هستیم نرسیم چه کارا کردیم. شما فکر کنید ما فردای روزی که من از زندان بیرون اومدم رفتم دنبال این که انتخابات بعدی چی کار کنیم. شما انرژی رو نگاه کنید که نه ما از صندوق رای نباید خارج شیم. بعد بلای 88 سر ما اومد، آواره شدیم، بیچاره شدیم. بعد دوباره 92 رفتیم به حسن روحانی رای دادیم، دوباره 96 رفتیم. ما خیلی کارا کردیم. ما حتی به این خفت رسیدیم که به لیستی که توش ری شهری هم بود تمایل پیدا کردیم. حالا من سر اون لیست شخصا این کار دیگه ای کردم، ولی به اون لیست هم تمایل پیدا کردیم. گفتیم بیا جوش فکر کن. ما همه چه باید کردها رو رفتیم به بنبست خوردیم. بعد رسیدیم به سوال دوم، چه نباید کرد؟ چه نباید کرد؟ مداخله خارجی، مسئله دونه دونه اینها رو دیدیم. خشونت پریز بودن رو روش تاکید کردیم، گفتیم خشونت خط قرمز ماست، مداخله خارجی. اینا هم به بنبست خورد. بعد ته چیزی که ما این همه براش زحمت کشیدیم سالها و سالها این شد که یهو مواجه میشیم با 10,000 کشته که بعد نگاه میکنیم الان به ما میگن که این نتیجه ایده های خشونت پریز شما بود. سلام هموطن و دوست بسیار بسیار عزیز آقای محمد جواد اکبرین. اول بگم که در مدت کوتاهی که با شما آشنا شدم صداقت و شجاعت کلامتون رو خیلی تحسین میکنم و از اینکه همیشه صادقانه و شجاعانه از خودتون مثال میزنین رو بسیار میپسندم و ازش درس میگیرم. این یک پیشنهاد همفکری و همکاریه. در این ویدیو شما میگین که در این 47 سال گذشته سوال کردید که چه باید کرد و در این سوال چه باید کردها در همه جا به بنبست خوردید. میگین که حتی یه کارهای عجیبی کردین، یعنی کلی تلاش کردین، زحمت کشیدید، بها دادین و وقت صرف کردین. من میخوام خدمتتون عرض کنم که یه عده از هموطنهای دیگه شما بودن که 47 سال پیش در مدت بسیار کوتاه و با آزمایشات و مشاهدات بسیار کمتر و بهای بسیار ناچیز به جوابی رسیدن که الان شما بعد از 47 سال زحمت کشیدن رسیدین. من یکی از اون افرادم. به طور مثال من خیلی خیلی زود متوجه تباهی این سیستم شدم. خیلی زود. هیچ موقع با این سیستم همکاری نکردم. هیچ موقع رأی ندادم و امیدی به اصلاحش نداشتم. به نظر من روشن‌تر از روز بود ماهیت این رژیم از روزهای اول و عملکرد این رژیم در هر قدم از راه سیاهی و تباهی اونها رو فریاد میزد. حالا بیاین و از این تجربه یه درس بگیریم. کسانی هستند که زودتر از شما مشکل رو میبینن و میتونن راه حل‌های بهتری پیشنهاد بدن. بیاین با اونا مشورت کنین و به نظراتشون گوش بدین. بعد از 47 سال امتحان و شکست مطمئن نباشین به نتیجه‌ای که الان رسیدین بهترین راه حل ممکنه. چون ممکنه راه حلی رو که شما قراره 5 سال دیگه پیدا کنین کسای همین الان داشته باشن. همچنین مطمئن نباشین این روشی که به ذهن شما میرسه بهترین راه ممکن برای اجرایی کردن راه حل شماست. ممکنه افرادی روش بهتری برای اجرایی کردن راه حل خود شما داشته باشند. الان که هممون به یه نقطه رسیدیم میخوام نکات کوچک و ظریفی رو که به فکرم میرسه با شما در میون بذارم و از هر گونه همفکری و همکاری استقبال میکنم. از اینجا به بعدش راهیه که ما هیچ کدوممون قبلا نرفتیم.
با همفکری و همکاری همدیگه میتونیم بهترین راه حل ممکن برای کشور و مردممون رو هر لحظه پیدا کنیم و طبق اون پیش بریم. در انتها از خانم سیما ثابت عزیز که در تمام این مدت با سیمایی زیبا و آرامش بخش و با قدم‌های ثابت و محکم به مردم اطلاع رسانی کردند، چهره‌های مبارز و فعال جوان و جدید رو به مردم و به بقیه فعالان سیاسی معرفی کردن تشکر ویژه می‌کنم. به نظر من نقش ایشون مثل نقش فریدون فرخزاد است سالها پیش، وقتی به هنرمندهای جوان و ناشناخته شانس و امکان معروف شدن میدادن و اونها رو به جامعه معرفی میکردن. به نظر من نقش خانم سیما ثابت در پیریزی فونداسیون و زیرساخت ایران آینده به شکل یک مورد کلاسیک خبرنگاری مسئولانه در دانشگاه‌ها تدریس خواهد شد. سپاس و ستایش خودم رو یک بار دیگه از تلاش ایشون ابراز می‌کنم.